فایت زیبای فلوید میودر هست با مانی پاکاو هستش که خیلی بسیار جذاب و خیلی پرطرفدار و خیلی پربیننده بودش و خیلی سایت شرطنامه تا 22 میلیون دلار تو شرطنامه گذاشته و جایزه‌اش فکر کنم 10 میلیون دلار بودش. توضیح 10 میلیون دلاری بودش که با شرطنامه مثل اینکه فلوید میودر میگه حدود 35 میلیون دلار فقط این مسابقه به دست آورد. اینی که ثروتمندترین بوکسور در حال حاضر بوکس آمریکا یعنی ثروتمندترین بوکسور در جهان اون فلوید میودر هستش. که واقعا بی‌نظیره و